السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران قندم، جوانای محترم و سعکا و حواسکای قند باباش زنده و سربلند باشین. حاضر بابا من در این پارک در یک جایی که باور که همین خیلی بزه بای همین خیلی آدم وقتش خوش میشه و در اینجا آمدم من یک الهام نوار کنیم آمد و امروز موضوع درباره جوانان، درباره دوستی جوانان هستم که ما در راهها، در راهروها، در مرشدها، در دیگر جای جمعیتی میبینیم که جوانان با یک لفظ قبیح، با یک گپ‌های دلخراش وای میکنند، هم دیگرش خیلی مناسبت میکنند و اصلا میگو که اینها هر دوشون برادر نیستن، دوست نیستن. برای همین من همچون یک بابا، همچون یک پیری روزگار دیده با شما باید ما نظر کنیم، باید ما حواسمون بیاد که جوانان چقدر با تربیت هستند، جوانان چقدر با فرهنگ، با مدنیت هستند. ما مردم سربلند تاجیکستان هیچ وقت نمیخوایم که جوانان یک لفظ قبیح، یک گفتاری قبیح نسبتی به هم دیگر داشته باشند. برای همین از زبان شاعر چی گفتنی هستم؟ چو با خس دوستی کردی شود قدری تو هم چون خس، اول بیشناس انسان را که کس باشد و یا ناکس. جوانای محترم باز چی گفتنی هستم؟ برای دوستی جانی یافتن و دوستی با آداب یافتن و دوست را ویبیرت کردن شما هدر نشوین. شما بینید که همون مردک، همون جوان، همون انسان با کدام راه رفته ایستاده، طرز فکرانیش، طرز مثال نسبت حرمت احترام کلانا، نسبتی دوست داشتن وطن، نسبتی پیشروی وطن چی فکرها دارد، با آن شخصیت ها دوستی کنین و دوستی جانی باشین. برای همین باز در عرفیت میگویند که با ماه شینی ماه میشوی، با دیگ شینی سیاه میشوی. برای همین برادران قندم باید شما در ویبیرت کردن دوست یعنی برادر یعنی که رفیق باید فکرهای خوب، اندیشهای خوب کنین که تا شما رو با روی کجو کلیپ مثال نبرتون. شاعری بزرگ چنین گفته است: از کو صد سنگ افتد صد سنگ را بیجا کند، مرد چونو مردی کند صد مرد را رسوا کند. برای همین جوانای محترم باید رفیق جانی باشید، رفیق ایمانی باشید، رفیق باشید که در روزهای پستی و بلندی و خرسندی باید در پهلوی همدیگر باشید. زنده و سربلند باشید جوانای قند باباش.